موسیقی در طول تاریخ کاربردهای هدفمند و مختلفی داشته و اونو میتونیم یکی از تجلیات مهم فرهنگی جوامع بشری قلمداد کنیم که در شکل‌های متنوعی ظهور می‌کنند. چگونگی پیدایش موسیقی موضوعی بسیار مبهم و اطلاعاتی موجود فراتر از چند فرضیه علمی و فلسفی نیست و هیچ آگاهی از آغاز و نخستین تحولات موسیقی در دست نیامده. در هر صورت همه ما مطمئنیم که موسیقی همیشه بوده و پروردگار یکتا هر انسانی رو با یک ساز به نام حنجره به این دنیا فرستاده. دنیایی که سرشار از اصوات و اوزان طبیعته و ما به کمک یک سیستم پیچیده به نام گوش تمام این اصوات را درک می‌کنیم. بنابراین قابلیت ایجاد و احساس موسیقی موهبتیه که خداوند به وسیله طبیعت به همه ما ارزانی داشته. به نظر میرسد که موسیقی از همان ابتدا جنبه‌ای به اصطلاح مذهبی داشته، چون انسان‌های اولیه صداهایی را که درک کردند مثل صدای طبیعت رو مظهر صداهای ماورا طبیعه می‌دونستند. به طور مثال صدای قرش رعد و برق یا صدای امواج متلاطم دریا رو هم بر غضب یا لطف خدایانه خود می‌پنداشتند. تحقیقات نشان می‌دهد که همه ملل و اقوام در گذشته مراسم مذهبی همراه با موسیقی و رقص و نمایش داشتند و برخی از ملل باستان هنوز هم یادگارهایی مثل تراژدی باستانی یونان و تعزیه ایرانیان رو از اصول و ریشه مذهبی خودشون حفظ کردند. اما موسیقی منحصراً تو همون نقش مذهبی خودش محدود نمیمونه. هر انسان که خیلی زود قدرت افسونگر آرام بخش و شورانگیز موسیقی رو درک میکنه اون رو در تمام جوانب زندگی خودش راه میده و میپذیره. به این صورتی که موسیقی به عنوان وسیله‌ای برای بیان احساسات درونی انسان و به طور کلی هر آنچه که وسیله کلام ناگفتنی باشد، مانند برگزاری مراسم عید و سوگواری، کار و کوشش‌های مختلف و همچنین برای تهییج و برانگیخته شدن روحیه سربازان و رزمندگان به کار میگیره. پس ببینیم که موسیقی همه جا هست. در جنگ هم بوده، حرکت سرباز را سامان میده، ضرب پوتین‌ها، دست‌ها و بازوهایی که بالا و پایین میرن، رژه‌های بی‌نقص و هماهنگ. موسیقی گام‌ها را استوارتر میکند، چشم‌ها و سینه‌ها را سرشار از عشق و شور و نبرد با دشمن می‌کند. گویا همه چیز زیر سر موسیقیه. موسیقی نظامی ایران با پیشینه چند هزار ساله در پیش و خم‌های تاریخ همواره پیش از پیش قوی‌تر و پربارتر شده. از پیشرفت و تکامل سازهای گوناگون گرفته تا انواع مختلف موسیقی، در نتیجه عشق، تلاش و پشتکار بزرگان این هنر که ذکر نام همشون ممکن نیست رشد کرد. اما جالبه بدونید ما موسیقی نظامی امروزمونو، یا بهتر بگم موسیقی امروزی این سرزمین رو، به نوعی مدیون اتفاقاتی هستیم که در دوران ناصرالدین شاه قاجار رقم میخوره و اون تصمیمایی که میرزا تقی‌خان امیرکبیر برای ترقی فرهنگ این مملکت میگیره. در این دوران دنیای سنت به ویژه در موسیقی رزم در حال تغییره. حالا تحت تاثیر موسیقی غربی نه فقط آداب و رفتار و لباس و ابزارهای قشون جنگی دگرگون میشه، بلکه کم کم سازهای سنتی هم جای خودشونو به سازهای غربی میدن. موسیقی رزم همتراز با نوسانسازی قشون کم کم داره شکل سنتی خودش رو دست میده. سازهای وارداتی از غرب در کنار سازهای سنتی ایرانی در نقاره‌خونه ها قرار میگیره. به این ترتیب یکی از اولین جاهایی که حالا آموزش موسیقی به شیوه غربی رو به طور جدی برای نظامیان در دستور کار قرار دادن جایی نیست جز مدرسه تازه تأسیس دارالفنون که با اهداف آموزش علوم و فنون جدید در ایران شکل میگیره. ناصرالدین شاه که خواستار گسترش موسیقی نظام بوده، از وزارت خارجه فرانسه میخواد که یک معلم موسیقی رو برای آموزش در دارالفنون بفرسته. به فرمان مارشال نیل وزیر جنگ فرانسه در سال 1247 فردی را به نام آلفرد ژان باتیست لومر که به موسیا لومر مشهور میشه رو به ایران میفرستن
لومر دو دسته موزیک سلطنتی رو که قبلا توسط بوسکه، ریون، مارکو اداره می شده رو سامان میده و لقب موزیکان چیباشی یعنی رئیس نوازنده های دربار رو هم میگیره. همزمان برای پیشرفت موزیک نظام، تربیت نوازندگان موسیقی نظامی، پرورش مربی و رؤسای دسته های موزیک ها و تکنوازهای موزیک، حالا پیشنهاد شعبه موزیک نظام در دارالفنون یعنی نخستین مدرسه موسیقی ایران رو در سال 1249 به ناصرالدین شاه میده و به دلیل رضایت از عملکرد لومر پیشنهادش مورد استقبال قرار میگیره و تصویب میشه. بعد از تأسیس این شعبه هست که موسیقی غربی به همون شکلی که در غرب نواخته میشد به صورت سیستماتیک وارد دربار قاجار میشه. دوره موزیک نظام 6 سال بود و 8 کلاس داشته. شاگردا پس از گذراندن کلاس پنجم به عنوان نوازنده وارد خدمت ارتش میشن و یه تعدادی از اونا هم با گذراندن کلاس هشتم و دریافت دیپلم به درجه افسری و جایگاه فرمانده دسته موزیک شروع به کار میکردن. جالب بدونید اولین دوره تحت تعلیم لومرد 15 سال طول میکشه و از 25 نفر فقط 10 نفر موفق به دریافت دیپلم میشن. شاگردان مدرسه در طول مدتی که اونجا درس میخوندن علوم مختلف موسیقی و بخش‌های علمی موسیقی مثل سازهای بادی غربی رو فرا میگرفتن و بعد از اینکه درسشون تموم میشده خودشون دستجات موسیقی نظامی رو تشکیل میدادن. جالب اینه که اسم دسته های موزیک این دوره و همچنین اسم برخی از فارغ التحصیلان باقی مونده. لومر آثار زیادی رو در پرونده خود دارد. از جمله میتوان سلام رسمی ایران و سرود تاجگذاری را نام برد. اما یه آهنگی رو برای سالروز تولد شاه می نویسه که بعدها با عنوان سرود ملی ایران یا سرود سلطنتی هم یه جاهایی ازش استفاده میکنن و سال 1285 با ارکستر نظامی به رهبری خودش ضبط میشه. اخیراً هم یه شعری روش گذاشتن که به نام سرود ایران جوان شناخته میشه. لومر در سال 1288 در تهران فوت میکنه و با درگذشت اون شعبه موزیک و ارکستر تحت امرش بر اثر آشفتگی و اوضاع عمومی کشور تعطیل میشه. غلامرضا مینباشیان ملقب به سالار معزز که یکی از شاگردان برجسته موزیک نظام و لومرد بوده در سال 1276 با پسر بزرگش نصرالله که تنها 13 سال سن داشت برای تحصیل به سن پترزبورگ میره و پس از 5 سال تحصیل در کلاس ریمسکی کورساکوف به ایران برمیگرده. پس از بازگشت به ایران و فوت لومرد در سال 1289 از طرف وزارت معارف ریاست ارکستر همایونی یا همون موزیک غزالخانه رو بر عهده میگیره و اولین سرود ملی ایران به نام سلامتی دولت علیه ایران رو نوشته و با این دسته موزیک اجرا میکند. سال 1293 هم به پیشنهاد سالار معزز و تصویب وزارت معارف دوباره در شعبه موزیک دارالفنون با عنوان کلاس موزیک که بعد از فوت لومرد تعطیل شده را راه اندازی میکنه و ریاستش رو به عهده میگیره و بعدها اون رو از دارالفنون جدا کرده و با اسم مدرسه موزیک مستقل میکنه. البته ساختمان مدرسه همچنان در ذیل شمالی دارالفنون باقی میمونه. این مدرسه به نوعی از اولین آکادمی‌های آموزش آهنگسازی هم محسوب میشه و دروسی که اونجا تدریس میشه رو در اسناد به جای مونده میتوان دید. همچنان سالار معزز رئیس موزیک غزالخانه هم بوده که اولین سرود ملی ایران رو بعد از دوران مشروطیه با همین دسته موزیک اجرا میکنه. با فروپاشی دوره قاجار سرآغاز تحول نوین در ساخت آینده ایران شکل میگیره. ارتشی که تا 2 دهه پس از اون همچنان در حال پیشرفته. در همین سال اداره موزیک ارتش هم به ریاست سالار معزز که حالا به درجه سرتیپی رسیده تأسیس میشه. اهمیتی که در این زمان به ساختن، پیشرفت و نوگرایی در همه عرصه‌ها از جمله هنر موسیقی داده میشه
حالا فرصتی طلایی در اختیار نسل‌های جدید از جوانان نواندیش قرار میده که از جمله میتوان علی نقی وزیری را نام برد که با تأسیس مدرسه خصوصی موسیقی تحولاتی عظیم در موسیقی ایجاد میکنه. اما بعد از اینکه در سال 1307 ریاست مدرسه موزیک بهش پیشنهاد میشه، این دو مدرسه را با هم تلفیق میکنه و از همین دوره به بعد هستش که علاوه بر شاگردان نظامی، شاگردان غیر نظامی هم به موسیقی کلاسیک در اونجا شروع به یادگیری میکنه. پس از اون غلام حسین مینباشیان، فرزند کوچک سالار معزز که در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به مدرسه موسیقی در ژنو و بعد از اون به مدرسه موسیقی در اشترن و برلین میره و پس از بازگشت به ایران در سال 1313 ریاست مدرسه موزیک رو بر عهده میگیره که حالا تغییر نام داده و با اسم هنرستان عالی موسیقی شناخته میشه و برنامه کنسرواتورهای آلمان رو در اونجا پیاده میکنه. یکی از مهمترین اقدامات غلام حسین مینباشیان تأسیس اولین ارکستر سمفونیک ایران به نام ارکستر سمفونیک بلدیه هست که تو اولین اجراشون به همراه 40 نفر از نوازنده ها در جشن هزاره فردوسی به اجرای برنامه میپردازند. با نگاهی به تحولات موسیقی از اواخر دوره صفویه روندی رو شاهد هستیم که در اون موسیقی به تدریج از دربار خارج میشه و به درون مردم میاد، که در این بین ما ضبط موسیقی رو داریم، رواج کنسرت رو داریم و دورانی که مدارس موسیقی به وجود میاد، ارکستر سمفونیک هم به وجود میاد و نهایتاً با تأسیس رادیو در اردیبهشت سال 1319 موسیقی بیش از پیش در اختیار مردم قرار میگیره. آموزش موزیک نظامی در تمام این سالها به روش‌های متنوعی انجام می‌شده. از هنرستان عالی موسیقی و دانشگاه برای آموزش افسران موزیک گرفته تا تأسیس هنرستان موزیک داخل خود ارتش برای آموزش درجه‌داران موزیک و همچنین آموزش‌های تکمیلی و تخصصی در دانشگاه نظام یا همان دانشگاه جنگ امروزی انجام می‌شده. حتی در برخی از موارد آموزش پرسنل مورد نیاز در داخل پادگان‌ها هم انجام می‌شده و همونجا هم شروع به کار می‌کردن. افسران ممتاز موزیک هم برای طی دوره‌های مختلف و برخی از آموزش‌های تخصصی به خارج از کشور اعزام می‌شد. در اواخر دهه 50 با آغاز انقلاب اسلامی به دلیل تعطیلی مراکز آموزشی فقط دستجات موزیک بودن که فعالیت داشتن و افرادی که مونده بودن تمام تلاش خودشون رو برای همسو شدن با انقلاب و مردم به کار بردن. از تبدیل شدن اون به موسیقی اشرافی و نواهای انقلابی گرفته تا نواختن سرود و موسیقی‌های حماسی و اعزام به جبهه‌ها برای تقویت روحیه رزمندگان و دیگر مأموریت‌هایی که انجام می‌داد. بعد از سال 1360 هستش که با سفر آیت الله رفسنجانی به کره شمالی به شدت احساس نیاز میشه که بایستی موسیقی نظامی اون رو تقویت کنه. بعد از تصویب برنامه‌ریزی‌های لازم تو سال 1362 به سروان عظیم قادری مأموریت داده میشه تا به همراه تعدادی از متخصصای موزیک مهمترین بخش نظام آموزشی موسیقی کشور یعنی آموزشگاه موزیک نظامی رو مجدداً در پادگان سرفشیش نیروی زمینی راه اندازی کنند. استارت فعالیت آموزشگاه موزیک میخوره. تعدادی از اساتید متخصصین را برای تدریس دعوت میکنند. برنامه‌ریزی‌های درسی انجام میشه و تا سال 1368 تمام یگانهای نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، وزارت دفاع، شهربانی و ژاندارمری توی این آموزشگاه دوره میبینن و بعد از فارغ التحصیلی به یگانهاشون برمیگشتن. همچنین در سال 1368 هستش که در سفر ریاست جمهوری وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی به کره شمالی، کره‌ای‌ها یک برنامه‌ای رو اجرا می‌کنند و گروه کور به زبان فارسی سرود ای شهید رو هماهنگ با ارکستر و رهبر ارکستر می‌خونند.
با دیدن این ارکستر موسیقی نظامی و اجرای این سرود که با شور و هیجان خاصی به شکلی منحصر به فرد از سوی نوازندگان گروه کور اجرا میشه، مسئولین کشور را وادار میکنه تا توجه بیشتری به این شاخه هنری یعنی موسیقی نظامی کنه. و همین دلیل هستش که چند سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، یک شورای چند نفره از اساتید برجسته موسیقی پیگیر میشن و با موافقت شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور در سال 1373 رشته تحصیلی موسیقی نظامی را در مقطع کارشناسی رو توی دانشگاه هنر دایر میکنه. در حال حاضر رشته موسیقی نظامی یکی از زیرشاخه‌های گروه موسیقی در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران و مدیریت این گروه رو هم جناب آقای تقی زرابی بر عهده داره. تو همین سال‌هاست که آموزشگاه موزیک هم به هنرستان موزیک تغییر نام میده و به محل فعلی خودش یعنی در مرکز آموزش‌های پشتیبانی نیروی زمینی مستقر در لویزان تهران منتقل میشه. هنرستان موزیک از این به بعد در تمامی ادوار عهدهدار مأموریت‌های مختلفی از جمله آموزش دوره‌های تخصصی اولیه، تخصصی ثانویه، سرپرستی مقدماتی و عالی هستش. الان هم در حال حاضر بزرگترین و معتبرترین مرجع مرکز آموزش تخصصی موسیقی نظام در ایران هستش که اکثر یگانهای نیروهای مسلح متخصصین خودشون رو برای طی دوره‌های تکمیلی به این مرکز میفرستند. در طی سالهای اخیر مجموعه هنرستان موزیک توانسته با توجه به تمام کاستی‌هایی که داشته علاوه بر بروزرسانی سیستم آموزشی و منابع درسی خودشونو مطابق با علوم موسیقی روز دنیا به بزرگترین رسالت خودش که تربیت آموزش و نوازنده ها و فرمانده های متخصصین موزیک هست بپردازه و همچنین بزرگترین آرشیو دیجیتالی نوت های مورد نیاز ارتش رو جمع‌آوری کنه و با آهنگسازی و تنظیم قطعات روی موسیقی ایرانی و جهانی و با در اختیار گذاشتن این قطعات به اکثر دستجات موزیک نیازهای اونها رو برطرف کنه. امید که در ادامه این مسیر نیز با استفاده از تجربیات اساتید پیشکسوت و نیروهای مستعد و متخصص خودش بتونه در این مسیر مقدس و رسالتی که بر عهده داره گام‌های استواری برداره و محلی برای رشد و اطلاع متخصصان و افزایش توانایی و مهارت‌های اونها باشه.